درود بر شما دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به کانال گیمر سیبیل کلوف. دوستان میخوایم بررسی کنیم بازی The Crew Motorfest رو که اخیراً اومده روی گیم پس اولتیمیت پی سی هم که داشته باشید میتونید اینو دانلود کنید، مثلا لینک میکنید به یوبیسافت بعد دانلود میکنید. خب من اینو خیلی شوق و ذوق داشتم دانلودش کنم و نصبش کردم و همونطور که دارید میبینید با لپتاپم که RTX 3050 4GB یه مقدار تو ذوقم خورده، چون که گرافیکش فکر میکردم در حد فورزا باشه. هرچی که شنیده بودم یا حتی یه ویدیو دیده بودم که میگفتن آقا این مثلا موتورفسته، ولی حالا که میبینم در اون حد نیست. واقعا من فکر کردم که در حد فورزا 5 باشه که اومدم نصبش کردم، چون خیلی گرافیک برام مهمه، روون بودم مهمه برام. ولی خب این بازی خیلی فیزیکش در حد عالی نیست و بهینه هم نیست، خیلی سنگینه، یعنی به زور FPS میده. حالا ما اومدیم تست کنیم، ولی خب یه چیزای جالبی هم داره که حالا در ادامه بهش میرسیم. از داخل کابین ماشین، از داخل ماشین واقعا قشنگ. ببینید شاید هم بگیم برتر باشه نسبت به فورزا هورایزن 5، اون واقعا داخلش قشنگ. فیزیک دستا رو نگاه کنید، آستین لباسش و زاویه دوربین، نرم بودن تصویر، خلاصه خیلی باحاله. از داخل مخصوصا هنگام تعویض دنده اگر دقت کرده باشید دستشو میذاره رو دنده و منتظر میمونه تا دور موتور به حد مطلوب برسه، بعد دنده عوض میکنه. خیلی باحاله. ولی ببینید کنترلش واقعا سخته. یکی از معایبش همینه، کنترل سختی داره. یه مقدار پیشت بازی کرد دیگه تمومه، تعادل به هم میخوره. فیزیک ماشینم یه مقدار مصنوعیه، طبیعی نیست واقعا. اصلا شما فورزا هورایزن 5 ببینید لامصب، انگار که بعضی وقتا شما تشخیص نمیدی عکس فورزاست یا عکس ماشین واقعیه. در این حد طبیعی در آوردن بازیو، ولی این مصنوعیه. فیزیک ماشیناش خیلی مصنوعیه، کاملا هم معلومه. دوباره تعادلمون به هم خورد و خلاصه دیگه همینش بده. این بازی فقط شاخ و برگش زیاده، درختاش و شاخ و برگ و از این جور چیزا زیاد داره. و من توی بازی هم لگ استاتر که یهو در حد کمتر از نیم ثانیه یه لگی میزنه و دوباره درست میشه. از این لگا هم زیاد داره توش. یه چی دیگه هم که هست این که DLSS نداره. این بازی DLSS نداره، عجیبه. DLAA هم نداره، یعنی اینکه مرز تصاویر نرم باشه غالبا DLAA میزنن. پیشرفته ترین تکنولوژی برای این مورده. اینو نداره. یه چیز پشم ریزون دیگه، فریمش قفله، روی 60 قفله. یعنی شما RTX 5090 هم داشته باشی بیشتر از 60 فریم نمیتونی تو این بازی به دست بیاری. عجیبه. شما دقت کنید فیزیک ماشینو خیلی مصنوعی بود. این معایبش خیلی تو ذوق میزنه که DLSS نداره، بهینه نیست، به زور FPS میده. FPS هم که میده روی 60 قفله، لگ استاتر داره. حالا شاید لگ استاتر من به خاطر اینترنت باشه، ولی خب به هر حال اینها رو داره. یه چیز ببینید دوستان، این گرافیک الانش ببینید، افکت نور خورشید و بازتاب سطح زمین یک مقدار غیر واقعیه.
اگر طبیعی تر بود بهتر میشه. به هر حال بازی بدی نیست اگر کارت گرافیک قدرتمند تری باشه که این بهینه نبودن رو جبران کنه. واسه کارتای رد پایین خیلی بهینه نیست، خب اذیت میکنه، به زور FPS میده. ولی خب اگر کارت قوی داشته باشید بهتره، میشه تحملش کرد. ولی من خودم شخصا بس که فورزا زدم و طبیعی زیباست و واقع گراست، البته فیزیکش واقع گراست، دیگه اینو نمیتونم تحمل کنم. ببینید واقعا گرافیک مصنوعیه یه جورایی. شما افکت نور خورشید رو نگاه کنید، چه افکتیه، چه جلوه بستریه، رنگ و لعابش زیاده، شاخ و برگش زیاده، درختش زیاده. از این لحاظ تصویر خوش رنگ و لعابی داریم، ولی بازی بهینه نیست و اون عیبایی هم که گفتیم داره. حالا من دیگه بیش از این صحبت نمی کنم. از ادامه ویدیو لذت ببرید، لایک و کامنت هم بزنید، گیمر سیویل کلوف رو هم سابسکرایب کنید. مخلص همه.